جنگل دیزمار محل وقوع سانحه بالگرد رئیس جمهور. دیزمار نام منطقه کوهستانی و جنگلی است در محدوده بین برزغان و جلفا در شمال استان آذربایجان شرقی که در سال 1390 منطقه حفاظت شده اعلام شد. برزغان در میانه راه سد قیزقلعسی و تبریز قرار دارد که مسیر پرواز بارگرد آیت الله ابراهیم رئیسی بود. گفته می شود در محل حادثه تخت سنگ‌های عظیمی با ارتفاع بیش از 70 متر پشت به پشت هم قرار دارند. حیواناتی که در این منطقه وجود دارند شامل خرس قهوه‌ای، پلنگ ایرانی، گرگ، گربه جنگلی، گراز وحشی و شغال است. واکنش برخی از کشورهای مختلف نسبت به حادثه دیروز. لبنان 3 روز عزای عمومی. روسیه پوتین احتمالاً شخصاً در تهران حاضر خواهد شد. پرچم سفارت روسیه در ایران نیمه برافراشته شد. ونزوئلا از درگذشت رئیس جمهور ابراهیم رئیسی بسیار متاسفیم. ما یک فرد نمونه در جهان را از دست دادیم. پاکستان عزای عمومی اعلام کرد و به نشانه احترام به رئیس جمهور و همراهانش و در همبستگی با ایران 1 روز عزا برگزار خواهد کرد و پرچم آن نیمه برافراشته خواهد بود. اردن پادشاه اردن درگذشت رئیس جمهور را تسلیت گفت. افغانستان درگذشت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را تسلیت می‌گوییم و صمیمانه به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنیم. ازبکستان خبر شهادت آقای ابراهیم رئیسی و مقامات بلندپایه همراه ایشان در نتیجه فاجعه‌ای که اتفاق افتاد قلب‌های ما را به لرزه درآورد. امارات رئیس دولت امارات شیخ محمد بن زاید با صدور پیامی درگذشت رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران را تسلیت گفت.